چون خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل زیبا فعال ما. امروز قراره با چند تا بچه‌ها یک عالمه چالش‌های بسکتبالی داشته باشیم. با ما همراه باشید. چالش اول چالش پرتاب سنتیزی. نشون بده از اینجا تا اونجا. اینم شرکت کنندگان. خود کامرمانم هست، منم هستم. اشکال نداره. یه پرتاب دیگه بکن. بجا پرتاب دوره برادر حسن بغل اون برادر بیا دیگه. اینجا واسه نه اصلا تو داری حرف میزنی. یه حدودی حرف زد. با حرف میخوای بزنی بعد بیا پیشم. تمام شد. من دارم کار خودم انجام میدم. خیلی منطقی گفتم. 3 تا شرف. خب آدمی ضعیف تو بسکتبال شخ به جا نمیرسن. خدا ضعیف. نه نداری. بده 4 تا داشت کن. مهم نیست واسه هیچ کس. ایول ماشاءالله. آقا رضا من گفتم آدمای بسکتبال بعدی میتونی دورخیز کنی اصلا یه قوی اصلا اینجا خب خود دستی محکم میگیری یه قدم میره آدمی ضعیف تو بسکتبال شخ به جا نمیرسن موینو بگی اگه کسی از خانواده‌اش این ویدیو رو دیدن بدونین که بچه‌تون میاد بسکتبال سیگار میکشه به بهونه بسکتبال میاد گفت چه داره میگه بچه‌ها از جلو دوربین میشه برید اونور پشتش 24 ساعت جلوش خب آماده ای؟ پرتاب آخره الان هیچ چی نزده؟ نه پام نمیزنه بگی میکروفون رو یکی بگیره بیا میکروفون دست ماست الان من یه دونه بزنم بازی تمام میشه حسن زین‌الدین هم داره میزنه حسن زین‌الدین و علیرضا باغبان پرتابای بعدی بزنی حسن ببین شکوفا میشه جدی راست میگه حسن اگه بزنه برنده 50,000 تومان پول میشه نظر توی جایزه چیه؟ خیلی خوشحالم خیلی خوب وای علیرضا پیشنهاد من شنیدم اون پیشنهادو برای شما شنیدید نه خب حسن پرتاب حسن اشکال نداره یک پرتاب دیگر داری حسن این فرصت رو از دست نده حسن داره میلرزه دیگه آخر رو بزن پرتاب آخر حسن این پرتاب ببینیم حسن رو برنده میتونه کنه یا نه حسن اشکال نداره شرکت کننده آخر علیرضا نظر دو شرکت داریم مصاحبه شد خیلی خوب من یه دونه بزنم بازی تمام هر چی بزنی بازی بردی علیرضا رو ضبط کردی میتونی تو ویدیو خیلی استفاده کردی صدا زیاد اوه علیرضا پرتاب اولو خراب کن وایسا خوب بزن پرتاب آماده ایربول پرتاب آخر علیرضا باغبان نفسا در سینه حبس بریم قسمت بعدی یه 2-2 8 چند تاه یه 2-2 8 میزنیم با من علیرضا این دوتا بسم الله الرحمن الرحیم من با
بچه مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. قبل اینکه ویدیو تموم شد لایک و سابسکرایب بزنید. خدا نگهدار.